بابا هر جا دنیا بری آخه هر کسی برای خودش دینی داره، یه آیینی داره. چرا اینقدر شل شدیم ما؟ چرا یه دبی میری همه چیز زیر پا میگذاری؟ چرا یه کشور خارجی میری حتی ایرانی بودن هم زیر پا میگذاری؟ همه چیز رو به مسخره میگیری. شخصیت داشته باش. من تو اروپا آمریکا دیدم افغانی های شیعه، خدا به حق امام زمان خیرشون بده، مهمترین مراکز شیعه تو اروپا و در آمریکا کسانی هستند که افغانی ها با کار کردن و زحمت کشیدن پول رو هم گذاشتن، حسینیه علم کردن. اونجا دیدم با لباس افغانی، با آداب و رسومشون. چقدر مقید، چقدر قشنگ عزاداری میکنن، چقدر اومدن خارجی شیعه کردن. افغانی رفته اروپا حسینیه زده، ایرانی رفته اروپا دیسکو زده. حالا شما میخندید بخندید، آدم باید گریه کنه به حال بی‌شخصیتی ما. عرب‌ها از عراق از شر صدام فرار کردن رفتن اروپا، هر جا رفتن حسینیه زدن، چون صدام نمیگذاشت اینا حسین کنن. به خاطر عشق ابی عبدالله از عراق زدن بیرون، رفتن حسینیه ساختن. ما ایرانی‌ها چرا وقتی پامون میرسه به خارج تازه اول گندکاری و هرزگیمون میشه؟ چرا اینقدر آتش هرزگی داریم بعضیامون؟ چرا آبروی ایرانی رو بردیم؟ در اروپا هر زنی آرایش کنه نشانه اینه که بدکار است. نشونه زن بدکار تو اروپا و آمریکا کسیه که آرایش بکنه، هرچه غلیظ‌تر وضعش بدتر. و شما تو اروپا و آمریکا که میری هر زنی رو نگاه میکنی میبینی متاسفانه ایرانی‌ها رفتن اونجا، ناموس ما را اینجوری آبروشو بردن با بیبندوباری. افتخار میکنه که زنش اینجوری داره میاد بیرون. شما میان توی که ایران نگاه کنید چقدر ساده، چقدر راحت، یک ذره آرایش نمیکنن. اصلا تعجب میکنن خارج وقتی تو ایران ما میان زنای ما رو میبینن میگن اینا چه اینجوری میکنن؟ چرا 2 ساعت نشسته جلو میز توالت خودکشی کرده؟ بابا آرایش کردن مالش اتاق خوابه، نه تو خیابون. چرا بعضی زنای ما شعور ندارن این حرفو بفهمن؟ آرایش کردن زن، تنازی و اشوه‌گری و جلوه‌گری و خودنمایی مال اتاق خوابه، نه تو کوچه و بازار و خیابون. چرا چیزایی که مربوط به اتاق خوابتونه تو کوچه و خیابون میتینگشو میدید؟ این شخصیت ایرانی نیست. من کاری با اسلام و مسلمونیش هم ندارم. ایرانی‌ها رو برید ببینید تو پاسارگاد، برید در شیراز نگاه کنید، ایرانی‌ها زنشون چقدر محجبه بود، مردشون چقدر آقا بود و مردانگی داشت. چرا امروز زنمون مرد شده، مردمون زن شده؟ تکلیفتون رو معلوم کنید. سنگین بیا، سنگین برو، مردانه بگرد. آخه مسلمانی انگشتر طلا دستت میکنی؟ واقعا بین شما کسی نمیدونه حلقه طلا دست کردن، طلای زرد برای مرد حرامه؟ کی نمیدونه؟ اگه نمیدونید بدونید حرامه، حرامه، حرامه. چرا مسلمونه برای دامادشون میرن حلقه طلا میگیرن؟ چرا از ابتدای زندگی و شروع زندگیتون با حرام شروع میکنید؟ چرا ناموسه رو که آرایش کرده و لباس عروسیه باید همه جوونا و مردای طایفه ببینن؟ چرا؟ بابا پیغمبر اکرم وقتی حضرت زهرا رو مرکب نشون، یه پارچه به قول خودمون یه گلیم انداخت روی اون مرکب. گوش کنی پیغمبر ما میگه الگو نیست، افسارش رو داشته سلمان، دور مرکب زنای مدینه، مردا جلو زنا عقب، نه عروس جلو مرد عقبا، زنا عقب، پیغمبر و مردا جلو. تنها مردی که بین زنها بود سلمان پیرمرد. این غیرت رسول الله است. چرا اینجوری میکنیم؟
چرا ناموستون رو جلو مردم میتینگ میدین؟ همه هم میگن ما نیستیم. پس کیان اینا که زیرگذار حرم چند متری قبر حضرت رضا اولاد پیغمبر میستن؟ من 100 بارشو خودم گیر کردم تو ترافیک. جلو قبر امام رضا میزنن، میرقصن، زن و مرد با هم. اینا کیان؟ اینا گبرن؟ اینا مسلسن؟ اینا بهایی‌ان؟ اینا شیطان پرستن؟ اینا بینینن؟ اینا مسیحی‌ان؟ اینا کیان که قلب امام رضا رو ریش ریش میکنن؟ مردم غیرتتون کو؟ مردم ناموسداریتون کجا رفت؟ مردم ناموس پرستیتون چی شد؟ مردم چقدر ول شدید؟ مردم چرا غیرتتون رو به تاراج گذاشتید؟ برای چی فیلم برداری میکنی؟ اونم با اون حالات. بعدم تازه فیلمشو بدی میکس کنن، بعدم یکی از اوش بزنن، بعدم تو جوونا پخش بشه و بلوتوث بشه. خاک تو سر من کنن. و بعد آدم بیاد ناموسش رو تو بلوتوث‌های جوونای مردم بگیره. دقیقه چند نفر رو میخوای بگیره؟ روی اینترنت بگذارن دنیا ببینن. ما گوشت خوک نخورده بی غیرت شدیم؟ شراب نخورده بی غیرت شدیم؟ چرا به این روز افتادیم؟ چرا؟ یه برنامه بیدید برای زندگی. بسه دیگه قربونت بس. تا حالا هر چی سیلی به مهدی زدی بسه دیگه. فدا بشه دیگه سیلی نه. امام زمان اینقدر سیلی تو صورتش خودش میزنه، تو دیگه نمیخواد سیلی بزنی؟ آره به خدا دیگه نمک بنده داره مش بریز رو چیکر امام زمان. نکن عباس گریه کرده چشاش گود افتاده ها. ای نگو ما نمیدونیم ها. نکن به خدا دنیا داره به نتیجه میرسه. گناه جز رسوایی چیزیش نیست. ما که یه عمر بیدار بودیم حالا تازه یاد گرفتیم میمون دست بگیریم، سگ دست بگیریم. شرقی‌ها که یه عمر بیدار بودن و دنیا رو چراغ میدادن، دنیا رو روشن میکردن، حالا غربی‌ها روشن شده چه خاکی به سرشون کنن. حالا تازه آماده شدیم ما بخوابیم، تازه راه اونا رو ما میخوایم بریم. تازه تو اروپا و آمریکا یاد گرفتن. برید بپرسید. من خودم یکی از بیمارستان رفتم، من نزدیک دیدم بیمارستان زدن با دین و باورهای دینی دارن بیمار شفا میدن. قلب اروپا و آمریکا تازه فهمیدن خدا گفتن معجزه میکند. خدا گفتن برکت دارد. دنیا تازه اینو فهمیده. حالا ما تازه عرق خوریامون شروع شده. حالا تازه تو عروسی‌ها شراب پخش میکنن. نکنید. بشینید فکرشو بکنید. تازه چه خبر؟ کانون بانوان ایران افتتاح شد. کانون بانوان؟ بله. این دیگه چه سیغه‌ایه؟ حالا از قرار معلوم دختر مستشارنیا و مادرش و خانوم زرنتاج تربیت و یک گروهی از زنان ترقیخواه دور هم جمع شدن و یک کانون را انداختن. این کانون چه جهنم دره‌ایه؟ یه محفله که دور هم جمع میشن در مورد تجدد طلبی صحبت میکنن. ببینید مملکت حزب سیاسی نداره ولی الحمدلله کانون نسوان داره. من که سردر نیامدم. اینا دارن یه بامبول دیگه سوار میکنن، یه بامبول ضد دین به نام کانون نسوان. دلشون خوشه آقا، دارن سرشون رو گرم میکنن. اینا همون اشراف و سلطنهای قاجارن. اینا دارن راه و رسم تجدد و اروپاییگری رو به پهلوی نشون میدن. اباحیگری میکنن، حرام خدا رو حلال میکنن. پشت پرده خبراییه، بوی بدی به مشام میاد. میرزا چی تو سرته؟ شما چی میدونی؟ همینقدر بدون که قضیه کانون نسوان شوخی بردار نیست. بفرمایید.
بسم الله بگین و برین سر کسبتون. الخیر فیما وقع. هر اشکالی هست از نادانی و کج‌فهمی خودمون از دینمونه. نهج البلاغه رو بخونید، راه اون بزرگای معصوم رو بشناسید و بشناسونید، نه اینکه از ملت‌های تقلید کنید که هیچ ملجئی ندارن و مجبورن راهی رو طی کنن، راهی رو تجربه کنن که 1300 سال پیش خداوند برای ما فرستاده که متاسفانه ازش فکر کردیم.